شعله‌های آتش. اردم خان رفته خونش، با جمره خانوم بود. بله صمیمی بوده، دستشو گرفت. باشه، تو ادامه بده، هر اتفاقی افتاد بهم خبر بده. چشم قربان، هر طور بخوای. تصمیمتو گرفتی؟ چه تصمیمی؟ یادت رفت؟ چی رو؟ موضوع ازمی رو میگم. آها اونو میگی؟ نه یادم نرفته بود، حتی به جمره هم گفتم. خب تصمیمت چیه؟ مثبته؟ فردا میگم. میخوای با عمر حرف بزنی بعد تصمیم بگیری؟ چه ربطی داره؟ چیه این شهر و محله تو رو وابسته خودش کرده رویا؟ هیچی. خب؟ میشه وایسی؟ البته. یکم راه میرم. خیلی ممنون. شبت بخیر. شب بخیر. رویا برو ازمیر. چرا اینقدر اصرار داری؟ میخوام امیدوار باشم. به چی؟ اینکه از صفر شروع کنی، به خودت بیای، اطرافتو ببینی. سرکان تو. آره من عاشقتم، اما موضوع این نیست. من نیستم. نمیدونم شانسی دارم یا نه، نمیدونم چیزی ممکنه تغییر بکنه یا نه. پس چرا میخوای برم؟ چون این زندگی تو نیست رویا. داری برای دیگران زندگی میکنی. برای عزیزم. چه فرقی میکنه؟ به هر حال این زندگی تو نیست و تا زمانی که اینجا بمونی نمیتونی برای خودت یه زندگی بسازی. واقعا اینو برای خودت میخوای؟ خواستی به جمره کمک کنی که کردی، خواستی چیچک رو نجات بدی که دادی، چلبی هم که افتاد زندان. تو فکر میکنی من متوجه این چیزا نیستم؟ خب پس دیگه چی میخوای رویا؟ لطفاً با خودت رو راست باش. اگه به خاطر عمره، به خاطر آدمی که حتی موقع رفتن بهت نمیگه بمون میخوای بمونی؟ من به خاطر خودت میخوام بری، اما اگه روزنه امیدی باشه من دنبالش میام. بزرگترین فرق من و اون اینه. من میخوام تو خودت باشی. به خاطر همین میخوام که از اینجا بری رویا. رویا، رویا، میخوای چیزی بگی؟ نه
تو کی میخوای بری؟ هنوز تصمیم نگرفتم. میخوای بری اما نمیدونی که؟ فرقی میکنه؟ کنجکاو شدم واسه همین پرسیدم. باشه. باشه. اگه وایسه یعنی نمیره. اگه صدام کنه یعنی بمون. خب قهوه شازده پسرم هم آماده است. عجبا، خوشحالی تمومی نداره. چطوری تموم بشه؟ بالاخره خدا خواست و روز خوشم دیدیم دیگه، چی میخوام؟ با خودم گفتم روزای اوله بالاخره با شوق و ذوق میگذره، اما دیدم نه، جشن و شادی شما تمومی نداره سر خانم. آره به خدا، برای شبیه کارنی یاری که خوشمزه درست میکنه. خیلی خوبه. یعنی داری میگی برگشتم خونه دیگه هیچی نمیخوام؟ ها؟ اینطوری نگو، تو این دنیا برای من هیچی با ارزشتر از تو نیست، میدونی؟ میدونم اما خب خوشحالی برگشت به خونم یه چیز دیگه است. ها؟ دقیقا همینطوره. اما ببین، اگه به من قصر و عمارتم بدی، نه نمیخوام. من میخوام تو خونم رو مبلای خودم بشینم. اینا رو ترجیح میدم. بلبل به قفس طلاییش وابسته میشه. منم همینطوریم. میدونم مامان، میدونم. اوه خیلی عالیه. نوش جونت. اوزان، تو هنوز اصل قضیه رو برام تعریف نکردی. کدوم قضیه؟ اینکه خونه رو چطوری از اون حکمت بی شرف گرفتی. هر وقت پرسیدم فقط سرتو تکون ای دادی. بابا گفتم پس داد دیگه. یعنی همینجوری گفت بفرما بیا این خونه مال شما؟ آره دقیقاً. گفت پشیمونم، اشتباه کردم، بعدشم خونه رو پس داد. همین؟ آره همینجوری پس داد. منم باور کردم. مامان جون، میخوای باور کن میخوای باور نکن، اما قضیه همینه. اما اونقدری که ما فکرشو میکردیم آدم بدی نیست. تو الان گفتی عمو؟ مامان جون محض رضای خدا، من به عموم چی باید بگم؟ معلومه که میگم عمو. باشه من فهمیدم مشکل تو چیه. کجا؟ کار دارم. قهوه تو تموم نکردی. خوردم دست درد نکنه. اوزان ببین منو. اوزان، من اصلا خیالم راحت نیست. تو واقعا حرفشو باور کردی؟ حتما بازی نقشه چیزی داره. مامان مگه تو خودت نگفتی برو پیش این یارو ازش کمک بخوا؟ ها؟ کاش نمیگفتم. خدا بگم چی کارم کنه که اینو بهت گفتم. اما تو الان داری میگی آدم بدی نیست، آدم خوبیه. اوزان از اون دور باش. مامان من ازش دور میمونم، خودتو اذیت نکن باشه؟ قول بده. قول بده. باشه قول میدم. قول باشه، نگران نباش. باشه خب دیگه من رفتم، نگران نباش. باشه به سلامت، موفق باشی. هولیا خانم، همونطوری که گفتم لااقل باید یه عکسی، یه شاهدی، یه فیلمی باشه. باید یه مدرک محکمی دستمون باشه. به هر حال هر دوتاشون یه چیزو به دادستان گفتن. چه میدونم، دفاع از خود یا هر چیز دیگه ای که هست. مشخصه که از قصد نبوده مگه نه؟ آره درسته، اما جسد بلند توی جنگل پیدا کردن و هنوز مشخص نیست که کی اونو اونجا دفن کرده. به نظر میرسه که هر دوتاشون با هم همکاری کردن. شاید میخوان مدارک رو نابود کنن. شاید دارن به دادستان اعتراف دروغ میکنن.
برای چیچک خانم نه، اما برای اسکندر خان یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. بالاخره جفتشون گفتن که اسکندر خان مجروحش کرده. پس وقتی رویا گفت من به هر حال چیچکو میارم بیرون، منظورش همین بود؟ بله. رد ضربه ها روی چیچک خانم هست و گفته که بلنت بهش حمله کرده. با اون کسی که بلنتو زده اسکندر خان بوده. و چیچک خانم و اسکندر میگن وقتی که برگشتن انباری بلنت اونجا نبوده، اما جسد طرفو پیدا کردن. تو این شرایط مظنون اصلی اسکندر خانه و بار اصلی رو دوش ایشونه. یه لحظه، من درست فهمیدم؟ یعنی نباید هیچ رابطه بین اسکندر و آدمایی که جسدو بردن دفن کردن وجود داشته باشه، درسته؟ درسته. خب این کافی خواهد بود. گفتم که شاهد داشتن شرط اصلی این قضیه است. یکی جز چیچک خانم که اتفاق اون شبو دیده باشه. آره، به یکی نیاز داریم که اون شب اونجا بوده باشه. بله. جانم. چیچک تویی؟ بله خودمم. شما؟ من هولیا. اتفاقی برای اسکندر افتاده؟ دارم سعی میکنم که نیفته. برای همین به کمکت نیاز دارم. فکر کنم به کسی که جون تو نجات داده لااقل اینو بدهکار باشی، مگه نه؟ از من چی میخوای؟ هر چیزی که به اون شب مربوط باشه، مثلا فیلم دوربینا یا شاهدی که نشون بده بلند به تو حمله کرده وجود داره؟ یعنی یه چند وقتی هست که دوربینای توی حیاط کار نمیکنه. آیلینم اون روز مرخصی بود و من تو خونه تنها بودم. خب یه نگهبانی یا چه میدونم، در و همسایه، کسی چیزی هیچی ندیده؟ نه، حیاط جلویی از بیرون دید نداره. بازم فکر کن چیچک، یه مدرک کوچیکم میتونه خیلی به دردمون بخوره. باشه، هر کاری بتونم میکنم. امیدوارم دختر جون. مامان بزرگم رفت. اطلس جونم بیا بشین. چی شده؟ اطلس میخوام یه چیزی ازت بپرسم. اون شب، همون شبی که به داداش اسکندر زنگ زدی، یادت هست چیا دیدی؟ اصلا برای چی به داداش اسکندر زنگ زدی؟ دیدم که بابام تو رو گرفت، تو رو کشید، بعدش هم بردت اونجا. من خیلی ترسیدم. باشه، چیزی واسه ترسیدن نیست. اگه ازت بخوام یه کاری بکنی و فقط بین خودمون باشه انجام میدی؟ تو روزنامه از پیروزیت نوشتن. آدم نمیاد بگه؟ چه پیروزی؟ چیچک رو نجات دادی، وکیلش شدی. من به اون نمیگم پیروزی، بهتره بهش بگیم بدهی. در استودیو جم. چه بدهی؟ بدهی به گذشتم یا دوران بچگی. چون دیگه نمیخوام ببینمش. چیچکو؟ همون چیچک خودمون؟ آره؟ همون چیچکی که هیچ وقت ازش جدا نمیشدی؟ گفتم که مال گذشته بود. در اصل اون بزرگترین خیانت رو در حق من کرد. اینطوری نگو، شاید درست بشه. نه دیگه نه. بهترین دوستته. بگذاریم، من میخواستم در مورد چیز دیگه ای با حرف بزنم. به قضیه یه ازمیر فکر کردم. اگه به من اعتماد داری و میخوای این کار رو به من بدی، من قبول میکنم. تصمیم درست به این میگن. تو راست میگفتی. این برای من یه فرصته
برای اینکه زندگی رو از نو شروع کنم. حالا کی میتونی بری؟ فردا. بنابر توضیحاتی که دریافت کردیم، نتیجه بر این است که اسکندر کایابیلی از عمد بولنت ماهیر رو به قتل رسونده. آقای وکیل گوش میکنیم. آقای قاضی، موکلم اسکندر کایابیلی مقصر مرگ بولنت ماهیر نیست. بله، ایشون برای دفاع از خود به مقتول ضربه زده. اما بعد از اون بولنت ماهیر از محل حادثه فرار کرده. و در نتیجه آقای قاضی خواستاریم که حرفای شاهدی که اثبات میکنه این حادثه فقط دفاع از خود بود و گوش کنید. شاهد اطلس ماهیر، لطفاً بیاین تو. شاهد اطلس ماهیر. برو تو عزیزم. بیا عزیزم. بیا جونم. منو ببین. نه ترس، باشه. هرچی میدونی بگو. ما کنارتیم، باشه عزیزم. این برای داداش اسکندر خیلی مهمه، باشه. خیلی خوب، برو عزیزم، برو. خب اطلس گوش میکنیم. اطلس، تا زمانی که اینجا هستی کسی نمیتونه با تو کاری داشته باشه. میتونی هر چی دیدی رو به ما بگی. بابام آبجی چیچکو اینجوری کرد. بعدش کشید بردش. کجا بردش؟ انبار. خب تو چی کار کردی پسرم؟ به داداش اسکندر زنگ زدم تا بیاد نجاتش بده. چی بهش گفتی؟ گفتم بابام میخواد یه بلایی سر چیچک بیاره. خب اطلس چرا اینطوری فکر کردی؟ چون آبجی چیچک خیلی داد و بیداد میکرد. من میشنیدم. حکم. اون چطوری حل شد؟ چی؟ چطوری قانعشون کردی که من جسدشو دفن نکردم؟ من کسی رو قانع نکردم. قیمتی که میخواستن براشون کافی بود و خواستن از کشور خارج بشن که شدن. باید از شما ترسید. ما؟ تو و داداشم. من دیگه نمیدونم باید با شما دوست باشم یا دشمن باشم. نمیتونم. اما تو هم خودتو دست کم نگیر. هرچی باشه تو رگای تو هم خون من هست. قهرمان. تو منو نجات دادی. من که کاری نکردم. مگه میشه کاری نکرده باشی؟ ها؟ اگه تو نبودی چی کار میکردم؟ تو قهرمان من هستی. واقعا؟ واقعا. اسکندر زود باش پسرم، تو ماشین منتظرتم. خیلی خوب شما برید مامان. اما مامان برو، من بعداً میام. ممنونم برای همه چی.
ببین تو حرف زدی، آبجی چیچکتو نجات دادی، یه بار دیگه حرف زدی، منو نجات دادی. این یعنی چی؟ تو هر بار حرف میزنی یکی رو نجات میدی. این قدرت توه. برای همین همیشه حرف بزن. خب؟ باشه. ممنونم. من مجبور بودم این کارو بکنم. بالاخره همه این اتفاقات به خاطر من سرت اومده بود. اما خودت هم حلش کردی. اگه رویا نبود اینطوری خوب پیش نمیرفت. اونم هر کاری کرده به خاطر تو کرده. به خاطر من کاری نمیکنه. از این مطمئنم. البته فکر میکنم دیگه جایگاه من و تو دل رویا یکی. منظورت چیه؟ بهش گفتم که آدرس عمو کنانو من بهت دادم. از من متنفره. اما تو که گناهی نداری. رویا هیچ وقت اینو باور نمیکنه. چرا ساکت شدی؟ هیچی. داشتم فکر میکردم. به چی فکر میکنی؟ اگه رویا بفهمه قاتل واقعی عمو کنان کیه، اون موقع شاید تو رو هم ببخشه. ای کاش این معجزه وجود داشت. شاید هم بشه. چرا که نه؟ خب دیگه قهرمان، تو با آبجی چیچک برو. خب؟ تو چی؟ من یکم کار دارم. چی کار داری؟ چیز مهمی نیست. کارای کاغذی و دفتریه. بعدن حرف میزنیم. باشه؟ فعلا میبینمت. سهر خانم. سلام. خیر باشه. با عمر کار داشتم. من صبح دیدمشون، با اوزان داشتن میرفتن، اما نپرسیدم کجا میرن. بگذاریم. چی شده؟ میخواستم یه چیزی از عمر بپرسم، باهاش مشورت کنم. خیر باشه. یکی از اینا رو بده به من. بریم تو راه بهت میگم. باشه بریم. بررسی لازم انجام میدیم. باشه. بفرمایید. میخواستم با دادستان ملاقات کنم. یک گزارشی بدم. چه گزارشی؟ گزارش قتل در مورد چلبی کایابیلی که باعث مرگ کنان ایلدیرین شد. یه لحظه. قربان، یه گزارش قتل دارم. خلاصه قضیه اینه. نظر تو چیه؟ خب بچه که نیست، خودش میدونه چی درسته چی غلط. خب آره میدونه. به اون یکی اعتماد ندارم. به عموش؟ آره عموش. اون یه شیطانه. اوزان همیشه میگفت منو قاطی کارای اون نکن، اما من اونو به زور فرستادم پیشش. الان اومده میگه آدم خوبیه و از این حرفا. خب چی کار کنه؟ چی کار کنه؟ بره دستبوسی طرف؟ نه اونم نه. تو اونو نمیشناسی. پسرمو گول میزنه، ذهنشو به هم میریزه. منم گول زده بود. میگفت وای به خاطر کارایی که با داداشم کردم پشیمونم، شبا نمیتونم بخوابم.
دروغگو. اما بعدش دیدی با اوزان چی کار کرد؟ اوزانم گول خورده؟ نمیدونم، گولشو نمیخوره. اما نه، من به اون یارو اعتماد ندارم اصلا. خب بس چرا عمر رو قاطی این قضیه میکنی؟ چه میدونم عمر بره باهاش حرف بزنه. به جای اینکه بیفتی دنبال این کارا، برو بشین با خودش حرف بزن. با حکمت؟ حالا اسمش هر چی که هست. اینجوری تو چشاش نگاه کن، بگو از پسرم دور باش وگرنه بد میبینی. اینجوری بگم؟ آره. قبل از اینا باید بهش میگفتی. راست میگی. آره درستش همینه. کاری که گفتی رو میکنم. میگم بیاد. برو تو عزیزم برو. شماها کجا بودی؟ رفتیم پارک. بهت زنگ زدم، نگران شدم، تلفنتم جواب ندادی. جدی رو سایلنت بود ندیدم. امیدوارم نگرانتون نکرده باش. نه من تازه رسیدم خونه. خب چی کار کردین؟ تو پارک خوش گذشت؟ چی شده؟ دارین چیزی رو از من مخفی میکنین؟ مگه میشه همچی چیزی خیلی خوش گذروندیم؟ بگو دیگه. آره خیلی خوش گذشت. خوبه. اگه مستقیم بری تو اتاقت خوب میشه. خب آفرین. لباست هم عوض کن، دست و صورتت هم بشور، بعد بیا سر میز غذا. باشه برو. آفرین. خبر داری که اسکندر آزاد شده؟ نه خبر ندارم. دختر منو جگر گوشه 20 خانواده دیگر رو آتیش زد، بعد نجات پیدا کرد. لطفاً بد برداشت نکن. از اینکه نجات پیدا کرد ناراحتم. نه یعنی اشتباه نشه، برای اینکه جون تو رو نجات داده خیلی خوشحالم، اما هیچ وقت نمیتونم ببخشمش. هیچ وقت. دخترمو ازم گرفت، نوامو بی مادر کرد. درکتون میکنم. تو چت شده؟ به خاطر حرفایی که اون روز زدم از من ناراحت شدی؟ آره؟ نه معلومه که نه. اگه دست من بود برای اینکه تا آخر عمر تو زندان بپوسه، هر کاری که میتونستم میکردم. من برم لباسامو عوض کنم. باشه عزیزم برو. میخوام قهوه درست کنم، تو هم میخوای؟ نه خیلی ممنونم. زن داداش سهر، به خدا هیچ وقت فکرشو نمی کردم منو به این خونه دعوت بکنی. خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد. خوشحال نشو، بیا تو ببینم. خوشحال شدم. برو بشین. اوف. خیر باشه زن داداش. برای چی گفتی بیام؟ چی شده؟ میتونی اوزانو گول بزنی اما نمیتونی منو گول بزنی حکمت. دیگه اشتباهمو تکرار نمیکنم. چه گول زدنی؟ من که از حرفای تو هیچی نفهمیدم. به پسرم گفتی خونه رو پس میدم، گفتی بیا مال تو باشه. پشیمونم و نیتم خیره. فکر کردی من باور کردم؟ دوست داشتم باور کنی، اما من همچین چیزی بهش نگفتم. نگفتی؟ نه، من خونه رو به خاطر نیت خوبم یا اینکه گولش بزنم ندادم. پس چرا پسش دادی؟ فکر کنم تو از هیچی خبر نداری. از چی خبر ندارم؟
یارو چلبی. خب اون میخواست از من سوء استفاده کنه که اوزانو بکشم. زنده داشت ساب کن بهت آب بدم. وایسا بیا بگیر. بیا بخور زنده داشت. راستش این یارو با پسر تو بدجوری مشکل داره. بدجوری. یعنی اسکندر؟ بله، اسکندر خان از شما شکایت کرده به خاطر مرگ کنان ایلدیریم، چیزی که ازش میترسیدیم. راه نجاتی برامون نمونده. من چلبی کایابیلیم. اجازه نمیدم کسی منو نابود کنه. اگه لازم باشه ماشه خودم میکشم، اما اجازه نمیدم دشمنم ازم انتقام بگیره. گرچه ثابت کردن این موضوع برای اسکندر خان یکم سخته، اما به هر حال باز بودن پرونده آثار تاریخی به ضرر ماست. وقتی میخوری زمین همه از رود رد میشن که بلند نشی. حتی داداشت از پشت بهت خنجر میزنه. من میدونستم. باشه، اگه جنگ میخواد پس میجنگی. حالا که موضوع به مرگ کنان رسیده، به نظرم باید همه اینو بدونن که کی باعث مرگ 21 نفر تو اون آتش سوزی شد. خسته نباشی. خوش اومدی. ممنون. منتظر توییم. کجا؟ خونمون. هوا خنک بود، گونه‌شو بردم خونه خودمون. اومدم دنبال تو. که انتخاب دیگه ای نداشته باشه. نه اینجوری نیست. یه بهونه است برای با هم بودن. مزاحم مادرت میشیم. جمره چه مزاحمتی؟ میخواستیم غذا بخوریم، حالا 2 تا بشقابم اضافه میذاریم. زود باش بیا، منتظر مان. گونه‌ش خیلی گرسنه شد. باشه، منم گرسنمه. غذا چی داریم؟ غذا چی داریم؟ منو رو بگم. کارنیاریک داریم، پلوی کره‌ای، سوپ. راستش نمیدونم دسر چیه، اما دسرم داریم. زود باش بریم. باشه بریم. من همه کارا رو انجام دادم. بریم. ممنون. آفرین پسرم، تو قهرمان منی. مثل یه قهرمان قوی و بزرگ میشی. آفرین. خیلی خوب، بخواب. امروز داداش اسکندرم بهم گفت تو قهرمان منی. واقعا سوپر قهرمان شدم. اسکندر؟ اطلس؟ به من راستشو بگو. آفرین. خواستیم داداش اسکندر رو نجات بدیم. تو امروز با آبجی چیچکت رفته بودین دادگاه؟ باشه عزیزم، باشه. خوب بخوابی. چیزی شده؟ تو به من دروغ گفتی. کاری کردی که نوه‌م به من دروغ بگه. من به تو هشدار داده بودم. من بگیر. بعداً دوباره برات پول میریزم، اما الان باید از خونم بری بیرون. اما اگر نداره چیچک. من بهت گفتم اطلس نباید اسکندر رو ببینه، اما تو دستشو گرفتی و بردیش دادگاه که اعتراف کنه.
کسی که من میخوام تو زندان بپوسه رو با استفاده از نوم آزاد کردی چیچک. تو کاری کردی که نوم از قاتل مادرش دفاع کنه، میفهمی؟ اینجوری که میگی نیست. دقیقا همین جوریه. زیاده روی کردی چیچک، خیلی زیاد. ببینین اگه به حرفای من گوش کنین. تو دیگه به دروغ گفتن عادت کردی چیچک. ای کاش این کارو نمی کردی. من کار درست رو انجام دادم. آره منم کار درست رو انجام میدم. حالا از خونم برو بیرون. اطلس نبینه، نمیخوام ناراحت بشه. زود باشینم بگیر. خودم از پس خودم برمیام، نیازی به این نیست. چیچک چیچک کجا رفت؟ چیچک دیگه پیش ما نمیمونه. دوبله شده در استودیو جیم.